2, son 2, 3, 4. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir buzullar erir sen bana yürüyünce. دروغ گفتین، گولم زدین. به لطف شما دیگه یه نقطه مشترکم با پویراز ندارم. نمیتونستم بهت بگم کی هستم. نمیتونستم بذارم منو بشناسی. پویراز نباید میدونست هنوز تو جزیره‌ام. آره، باید زیر نورای صحنه شما رو میدید مگه نه؟ لودوس که اینطور من میخواستم تو رو بشناسم هازیران. میخواستم بدونم پویراز رو دست کی میدم. خیالم باید راحت میشد. من نیستم دیگه، یعنی بعد از اینم قرار نیست باشم. نمیتونم، میدونم. من و پویراز جدا شدیم. من ازت خوشم اومده هازیران. چشمات برق میزنه، پر از زندگی. حالا بیا منو ببین. من زندگی نمی کنم، فقط دارم سعی می کنم سر پا باشم. آیتن خانم، یا نمیدونم، شاید باید بگم آیشه خانم، این احساسات رو من کار نمیکنه. شاید باید یه راه دیگه امتحان میکردیم، چون که خیلی خوب میدونم چه بلاهایی سر پویراز آوردی. خب داستانا از طرف منم گوش کردی هازیران؟ نیازی هست؟ نوام کجاست؟ خالالیه تو اتاق دارن بهش رسیدگی میکنن، ما هم میدونیم، منتظریم. خواهش میکنم لطفاً. ببینید توی این بیمارستان من نمیتونم یه دوای دیگر رو تحمل کنم، فهمیدین؟ هممون به خاطر پویراز اینجاییم. لطفاً دکتر چی شد؟ شبتون بخیر. چند تا زخم بزرگ داره، بقیه زدن بهش، چیزی نیست. الان بردن اتاقش، فقط باید استراحت کنه. خدا شکر. خب میتونیم ببینیم؟ نمیخواد هیچ کسی رو ببینه. نمیخواد ببینه هیچ کدوممونو. گفت هیچ کسو، خدا بد نده. نوامو با من دشمن کردی، پویرازمو با من دشمن کردی. همه چیز به خاطر تو این وضعیت عالی خانم. ولی من دیگه این اجازه رو نمیدم. پویراز همه ی واقعیت ها رو میفهمه. چیزی به اسم واقعیت وجود نداره، فقط یه واقعیت هست، اونم شیطان بودن توه. دیگه نمیخوام باهات دعوا کنم. ببین سالهاست دعوا کردیم، تو این وضعیتیم. ببخشید، اتاق پویراز ازگور کجاست؟
لطفاً بگید. نمیخوام مزاحمش بشم، فقط میخوام ببینمش. لطفاً کمکم کنید. پویراز خانم لطفاً، اون نمیخواد کسی رو ببینه. پویراز کجاست؟ بیمار فرار کرده، سرمشو در آورد. میخوای گوشه زندان بپوسه؟ ببین قلب مریضم دیگه. بس تمومش کنید دیگه. پویراز فرار کرده. چی؟ کجا فرار کرده؟ چجوری؟ نمیدونم، فرار کرده دیگه. نتونست دعوای شما رو تحمل کنه، فرار کرده. واقعا به هر جفتتون تبریک میگم. بچه چطوری میتونه فرار کرده باشه؟ این بچه مریض بود، چجوری فرار کرده؟ اگه لازم باشه وجب به وجب جزیره رو دنبالش میگردم و پیداش میکنم. ای خدا، چجوری فرار کرده؟ پرستار این بچه چجوری از بیمارستان فرار کرده؟ مگه زخمی نبود؟ همه جا رو دنبالش بگردیم. واسه چی وایسادی؟ یالا را بیافت، یالا. توجه. یکی از اهالی دوست داشتنی جزیرمون پویراز علیازگور زخمی از روی تخت بیمارستان گم شد. گفت پویراز؟ چی؟ تکرار میکنم. گفت زخمی؟ چطور ممکنه؟ زخمی از روی تخت بیمارستان گم شده. تکرار میکنم اگر پویراز علیازگور را زخمی جایی دیدید لطفاً به ما خبر بدید. خواهش میکنم اگر کسی خبری ازش داره به فرمانداری مراجعه کنه. تکرار میکنم پویراز علیازگور در حالی که زخمی بوده از روی تخت بیمارستان گم شده. لطفاً به ما خبر بدید دوستان. گفت پویراز؟ گفت پویراز؟ آره گفتیش پویراز. پویراز؟ یالا منتظر منم باش. برای چی منتظر باشیم؟ برو تکرار میکنم دقت کنید. پویراز علیازگور در حالی که زخمی بوده از روی تخت بیمارستان. پویراز؟ خواهش میکنم هر کی رو دیده و خبری ازش داره به فرمانداری مراجعه کنه. تکرار میکنم پویراز علیازگور در حالی که زخمی بوده از روی تخت بیمارستان گم شده دوستان. لطفاً به فرمانداری. یعنی چی که گم شده؟ میدونید که دیروز پویراز تصادف کرده. اون تصادف کرد، یه ماشین زد به ماشینش و فرار کرد. ما هم با عجله با آمبولانس رفتیم بیمارستان، کمک‌های اولیه رو انجام دادن. اما بعدش پویراز گفت که نمیخواد دیگه هیچ کسی رو ببینه. از بیمارستان فرار کرده. بقیه ماجرا رو هم میدونیم. من از همه امکانات فرمانداری استفاده کردم پیداش کنم. نگران نباشید. اما ما هم باید دنبالش بگردیم. به گروهی 2 یا 3 نفره تقسیم بشیم. به اونایی که اینجا نیستن هم خبر بدیم. فکر کنیم رفته به جایی که به ذهنمون نمیرسه. به همه جا سر بزنیم. فکر کنیم که پویراز کجا میتونه بره باشه. شهردار نکنه دزدیده باشنش. نه الان همچین احتمالی نمیده. بابا میدونین کی باهاش تصادف کرده؟ نمیدونم، چون ماشینی که بهش زده بدون اینکه سرعتشو کم کنه به راهش ادامه داده. حتما ترسیده. خب بگذاریم، پلیسا دارن در این مورد تحقیق میکنن، شما نگران نباشید. باشه دیگه، بیشتر از این وقت رو از دست ندیم. برای هماهنگی یه گروه تشکیل بدیم. باشه؟ من الان میسازم. باشه، هر کی خبری گرفت به من خبر بده. یالا. خدایا خودت از نوم محافظت کن، بلایی سرش نیاد. خدایا اونو به من ببخش، خواهش ول کن. بذار منم برم دنبالش بگردم. خلالیه، صدای بلندگو رو که شنیدی؟ تو جزیره اعلام شده همه دارن دنبال پویراز میگردن. بچه‌ها دنبالش میگردن، ما دنبالشیم، پلیس دنبالشه، ما پیداش میکنیم. بابا نگران نباش، یکم استراحت کن. ببین تا صبح سر پا بودی، حال میری یا؟ بچه‌مو خسته کردنش فرار کرد دیگه، رفت. بالاخره نتونست تحمل کنه. بچه‌م چجوری تحمل کنه؟ ببین نیست، اینجا نیست. بچه‌م اینجا نیست. تو با چه رویی میای اینجا؟ با چه رویی؟ به اندازه کافی مشکل هست، تو دیگه نمیخواد اضافه کنی. باشه، ولی یه چیزایی هست که تو نمیدونی. ای بابا، من دیگه نمیخوام چیزی که نمیدونم بدونم. دیگه تو این جزیره کسی حرفتو باور نمیکنه. به خاطر تو خاله عالی سالها از من متنفر بود. با زن بیچاره دشمنی کردیم. رو ببین، هنوزم اینجاست. بعد قدم طراح مدم شده، طراح مده هرزه. خاله علیه، جوری نمیشه. تو بزرگ مایی، این حرفا بهت نمیاد. قربونت برم عزیزم. این هم مثل همونه، دوتاشون مثل هم دیگن.
دست به یکی کتن، یکی پسرمو یکی نوامو از راه به در کرد. خاله عالیه، اگه من میدونستم این زن فرار میکنه میره، مگه من اینا رو با هم آشنا میکردم؟ باشه خانم دیگه، من باید خیلی زود برم کلانتری. ازتون خواهش میکنم که دعوا نکنید، بذارید پویراز پیدا شه، بعد هر کار دلتون خواست بکنید. ولی خواهش میکنم امروز دعوا نکنید. خاله عالیه قربونت برم، من خواهش میکنم تو بمون، استراحت کن. اگه تو رو با این وضعیت پویراز تو کوچه ببینه خب ناراحت میشه دیگه. خاله جان برای همین تو بمون استراحت کن. اینجوری پویرازم خوشحال تره. خب زنه رو تنها نذارید بمونه پیشش اینجا. باشه؟ یالا از خونه من بریم بیرون، دوتاتون رو نمیخوام اینجا ببینم. باشه میریم. این حیوان کجاست بس؟ زوربا آی این حیوان کجاست؟ زوربا آی خاله عالیه وایسا. پسرم اونم از خورد و خوراک افتاده بچم. حتما غم پسرم رو حس کرده. تو هم نرو زوربا جان، نرو عزیزم. خاله عالیه. عالی خانوم وایسا ولم کن. پسرم رو برام بیاری، نوم رو برام بیارینش. باشه میارمش تو. برو داخل تو، آروم باش. ولم کن. یواش آروم. میگم به نظرتون بهتر نیست طرفای کارخونه رو بگردیم؟ میرن اونجا. به نظرم بریم پایین طرفای ساحل. حاضران. آی عزیز دلم نگران نباش دوست خوشگل من، چیزی نیست. کجایی پویراز؟ پویراز تو کجایی؟ کجایی؟ بیا بشین. آروم باش. آروم. حاضرم. ماشینی که بهش زده اینم اصلا معلوم نیست کیه. تو شهر با سرعت 150 تا میرفته. تو لحظه تصادف خط ترمزم نیست. انگار عمدن رفته سمتش، یا شایدم ترمز بریده، اما فکر نکنم. خب کی همچی کاری میکنه؟ تو خبر نداری؟ دارم. به من چه؟ با تو همه دارن دنبالش میگردن. منم دارم میگردم دیگه. پایزی کجایی؟ پویراز! ای بابا میبینی نیست، اینجام نیست. اصلا خنده‌دار نیست. آدم اون بزرگی حتما سر و کلش پیدا میشه دیگه. همتون مثل احمقا نگران شدین. تو اصلا عذاب وجدان نداری؟ شنیدن این از تو برام یکم عجیب غریبه. گریه کردی؟ آره گریه کردم. ببخشید ولی پویراز دوست منم هست. دیگه چته؟ چون که یه جوری گفتی. سعی میکنم فراموشش کنم. کمک میکنی دنبالش بگردیم یا نه؟ نه توجهی نمیکنم. تو برو، اول تو پیداش کن. برو اگه میخوای بری برو قهرمان شو. پویرازو نجات بده، بعدش هم چیز میکنین تو ساحل با حرکات آهسته به سمت هم میدوین. در واقع پویراز حتما با آغوش باز منتظر توه.
خیلی خوب، منم دارم میام. حتی منم کنار خودش نخواسته. منم نخواسته. خب شاید، نمیدونم، شاید تحمل این ماجراها یکم برای سخت بوده، نمیتونسته تحمل کنه، خواسته یکم دور باشه. خب تو هم بهش این اجازه رو بده، چه اشکالی داره؟ اگه زخمی نبود قبول بیرجیک، ولی زخمی بود، میفهمی؟ پویراز زخمی بود. توی آمبولانس کنارش بودم، اینطوری محکم دستاشو گرفتم، چشماشو باز کرد، به هم نگاه کرد، انگار داره میگه نگران نباش چیزی نمیشه. اینجوری به هم نگاه کرد. اما من اولین بار بود که اونو اونقدر ضعیف میدیدم. خیلی ناراحت بود، عصبانی بودیم، دعوا کرده بودیم. اما توی اون وضعیتم یه حالی داشت که انگار میخواست منو آروم کنه. داشت درد میکشید، حتی سعی کرد لبخند بزنه، اما من میفهمیدم که داره عذاب میکشه. از یه طرفم طوری بود که انگار داره خداحافظی میکنه. اون لحظه اصلا نمیدونستم که آخرین باره که دارم اونا میبینم. میفهمی؟ نمیدونستم. حاضران یعنی چی که آخرین بار بوده؟ تو نباید به همچین چیزایی فکر کنی، اصلا اینطوری نیست، حرفش هم نزن. ببین به چیزای خوب فکر کن، دیگه نباید همچین چیزی بشنوم. اون زخمی بود، با حال زخمی آخه کجا رفته؟ اگه سرشو به جایی زده باشه چی؟ اگه بیهوش شده باشه چی؟ اگه بلایی سرش اومده باشه چی کار کنم؟ باید وضعیت ماشینشو میدیدی، اون کم کم باید 3-4 روز توی بیمارستان میخوابید. خیلی میترسم. چی شده بابا؟ یالا بلند شو ببینم، بلند شو، تو رو خدا عصبیم نکنم. این چه وضعیه؟ اعصابمون رو خورد کردی ای بابا. خوب گوش کن ببین چی میگم. خب پویراز بچه این جزیره است. مگه تو این جزیره میشه کسی پویراز رو نشناسه؟ این جزیره خیلی کوچیکیه، اونم بچه اینجاست. اون موقع باید چیکار کنیم ها؟ باید چیکار کنیم؟ باید تصمیم بگیریم که کجا دنبالش بگردیم. باشه؟ آره کجا دنبالش بگردیم عزیزم؟ بیا ببینم. بده دیگه. سعی کن خودت بگیری. وقتی گشنمه منو اذیت نکن، باشه؟ وقتی گشنمه اذیتم نکن، باشه؟ خب چیز دیگه ای هست اضافه کنم؟ دفترچه چیه؟ دفترچه یادداشت خوشحال کردن حاضران صدفلی. برای چی؟ خب ما که با هم رابطه داریم، برای همینم باید همه چیزو در مورد تو بدونم. ما با هم رابطه داریم؟ آره. خیلی خوشت میاد بشنوی مگه نه؟ میدونی الان اگه آخر دنیا بشه عین خیالم هم نیست. یعنی آرامش دارم. یکی از میوه‌هایی که دوست دارم انگوره. تو هم که کنارمی. انگور دوست داری مگه نه؟ انگور دوست داری. باشه سبز شد. انگور دوست دارم، اما بیشتر از هر چیزی تو رو دوست دارم. پس اینجا برای ما آخر دنیا باشه. یعنی اگه یه روز آخر دنیا شد، ما اینجا غروب خورشید رو تماشا کنیم و میوه و انگورمون رو بخوریم. باشه؟ باشه. قبوله. قبوله. ماتش بود. حاضرم چی شده؟ چیزی یادت افتاد؟ به نظر شما آخر دنیاست؟ چی؟ حاضران؟ باشه نورا جان، ما عملاً اومدیم خونه، 1-2 لقمه میخوریم و زود میریم. الو نجاتی، چه خبر؟ همه جا رو گشتین؟ یه چیزی بنویسین دیگه. کسی اطراف کارخونه رو کنترل نکرده، یکی بره اونجا رو بگه. خبری نیست؟ خب از بچه ها بپرس، شاید یکی اونا دیده باشه.
باشه خبر بده. از ماهیگیرای تو اسکله پرسیدم خبری نی. توی گروه هم کسی چیزی ننوشته. به خدا نمیتونم سر پا بایسم. خدا میدونه بیچاره بچم پویراز تو چه حالیه. مامان بذار برات یکم آب بیارم، باز حالت بد میشه. بیار حاضیرانم الان حالش خیلی بد شده. فاتحینا یه روز خوشم ندیدن. همونقدر که مطمئنم اسمم فاتحه مطمئنم پویرازم پیدا میشه. خودتو ناراحت نکن عشقم. اعصابمونو خورد نکنیم، نباید ناراحت باشیم. باشه اگه میخواین من برم شما دوتا با هم دیگه تنها بمونین، یه وقت مزاحم نباشه. مثل آب عمرت با ارزش باشه دختر عزیزم. داداش فاتح دیگه اگه میخوای اسم من ببر تو شناسنامت. خب اگه قسمت باشه اینم میشه. بعدش هم میتونی به هم نگی داداش. چی بگم عمو؟ نه یه چیز دیگه هم هست. خب بابا بزرگ دیگه چی؟ فاتح کنگز. دخترم یالا برو از آشپزخونه یه چیز بیار بخوریم. بودو مامان جون. من همینطوری بهت گفتم دخترم، ازم کوچیکتری، یعنی جای دخترمی دیگه. به خاطر همین. ولی خب بد نشد که دخترم. زیاده روی کردم. نه فاتح کنگز. بده دستو. فاتح کنگز. بلش کن با چی اسمی بود انتخاب کرد. هر وقت من رفتم هر کاری خواستیم بکنین، ولی قبل رفتنم نه. ولی اینجا خونه توه، هر جا بخوای بری برو، ولی یه روزی برمیگردی اینجا همیشه خونه توه. بگذاریم. خب برگردیم سر کارمون. باشه. داداش آلپر نوشته با ملیسا دارم میرم مدرسه، میخوان اونجا رو با هم دیگه بگردن. انشالله پیدا میشه. نکنه پویراز رفته باغ پشتی؟ وقتی از درس خسته میشد میرفت اونجا. فکر نمی کنم اونجا رفته باشه، ولی آخه جای دیگه هم به ذهنم نمیرسه که. ملیسا زود باش دیگه. یکی میبینه نکن. یکی میبینه؟ مگه داریم چی کار میکنیم که ببینن ها؟ تو مدرسه ایم آخه، معلما اینجان. به نظرت بد نیست؟ ما رو از بچگی میشناسن. نه بد نیست، بجام دیگه. ملیسا کجا رو نگاه میکنی؟ ملیسا. بله. به چی نگاه میکنی؟ بچه ها حلکی تا اینجا آمدین. ما همه جا رو نگاه کردیم، بهتون گفتم اگه بخواین شما هم میتونید نگاه کنید. استاد راستش ما فکر میکردیم ممکنه پایین باشه، واسه همین. میدونم شما همیشه اونجا قایم میشدید، ما هم نادیده میگرفتیم. استاد ما تو باغچه پشتی یه جایی برای قایم شدن داشتیم، گفتیم شاید اونجا باشه. همون جایی که با پویراز درخت اومدیم بالا و وارد شدیم. خیلی هم جای مخفی نبوده انگار. ما بعد شما مجبور شدیم اونجا رو ببریم. به خدا دست شما سه تا اذیت شدیم. پویراز بهتره شما قایم میشد، شما دوتا رو یه جوری پیدا میکردیم، ولی اون وقتی گم میشد وای به حالمون بود. آی خدا، خودتون رو اذیت نکنین چون آخرش همیشه یه جایی میومدیم بیرون. حالا بازم میگریم، شما نگران نباشید. امیدوارم استاد.
بازم ممنونیم، لطف کردین استاد. ممنونم استاد. پویراز! پویراز! وایسین تو رو خدا، پام زخمی شده. ملکه ما خانم بیریجیک پایش زخمی شد، چی کار کنیم حالا؟ ای وای، زود باش را بیفت دیگه. ای بابا، با این پاشنه هر روز روی صحنه را میره بیریجیک خانم. گرکم، این پاشنه بلندو میبینی؟ آره میبینم. خوب نگاه کن. دارم میبینم. این دوست دارم بزنم تو سرت ولی از سنت خجالت میکشم. باز در مورد سنم شوخی شد. ای خدا، خسته شدم دیگه، به خدا تپش قلب گرفتم. آی وای، خیلی بد شد که. حاضران یکم بیا استراحت کنیم. ای خدا، وای نمیتونم دیگه، نمیتونم به خدا. بیا پویرازم همینجاست، گفته باشم یهو جلومون سبز میشه. تو این زندگی هر بلایی سر همه میاد، مخصوصا تو این جزیره، ولی اون هیچیش نمیشه. حاضران. خب گم شدنش تو اینترنت هم پخش شده ها، منم به اشتراک میذارم. الان گذاشتم، فالوورام دارم تشویق میکنم. عجیبه، نکنه فیلمای منم پخش شده باشه ها؟ گرکم، حاضران نیست. یعنی چی نیست؟ نمیدونم، ندیدی از کدوم طرف رفت؟ نه ندیدم. ای بابا. حاضران گرکم، زود باش، الان وقت استراحت نیست. اگه میخوای با من بیا، اگرم نه وایسا میام دنبالت. پویراز تو اینجا چی کار میکنی؟ داری میبینی که میخوام تنها بمونم، تو اینجا چی کار میکنی؟ تو دیوونه شدی؟ همه جا دارن دنبال تو میگردن، همه جا عکس تو زدن. حالا روز تو ببین. حال من چشه؟ من خیلی هم خوبم. این چه جوابیه؟ این چه خودخواهیه که تو داری پویراز ببین، به خودت بیا، منو دیوونه نکن، فهمیدی؟ داری میبینی که من حالم خوبه، چیزی مم نیست، نمیخوامم کسی رو ببینم. اگه تو هم از اینجا بری خیلی خوب میشه. ممنونم. ممنونم یعنی چی؟ ممنونم یعنی چی؟ خدایا خودت بهم صبر بده. تو متوجهی چی کار داری میکنی؟ تو زخمی هستی، ما فکر کردیم تو مردی، فکر کردیم بلایی سرت اومده. من دارم سعی میکنم از آدمایی که بهم خیانت کردن و بهم دروغ گفتن دور بمونم، فهمیدی؟ پس ما چی کار کنیم؟ ما هم فرار کنیم بدون خبر دادن به کسی، بریم کوه جنگل؟ آره ما چی کار کنیم؟ با کمال پررویی مثل بچه‌ها بشی؟ من نیاز دارم که فکر کنم حاضران، فهمیدی؟ من دیگه خسته شدم، باری که رو دوشم هست و نمیبینی؟ من دیگه خسته شدم. منم آدمم، منم به استراحت کردن و تنها موندن نیاز دارم. همه یه چیزایی از من میخوان. اصلا کسی نمیپرسه پویراز چیزی میخواد یا نه، کسی میپرسه نه. من به تنها موندن نیاز دارم، به ساکت موندن نیاز دارم. اصلا شاید نیاز دارم تنها بمونم، گریه کنم. نمیشه؟ پویراز دستت خون میاد. باشه مهم نیست. ببینم بخیت باز شده. دارم میگم چیز مهمی نیست، ولش کن. تو قبلا با من حرف میزدی یا به هم نگاه میکردی آروم میشدی پویراز. باشه ما با همدیگه نیستیم، نباشیم، اما میدونی که این وضعیت دیگه یه شرایط خاصیه. میتونستیم مثل دوتا دوست بشینیم حرف بزنیم. به نظرت آدم با کسی که بهش خیانت کرده دوست میشه؟ من نمیدونستم اون زن مادر توئه. تو چرا اینو نمیفهمی پویراز؟ الو بیرجیک خط نمیده. پویرازو پیدا کردم. دارم میگم پویرازو پیدا کردم. به همه خبر بده، نگران نباشن. ما هم یکم دیگه میایم، باشه؟ خداحافظ. من هیچ جایی نمیرم. تو چرا از طرف من حرف میزنی؟ باید اینجا خودمو جمع و جور کنم، نمیتونم با کسی حرف بزنم. حاضران نمیخوام ناراحتت کنم.
من معذرت میخوام، اما برو لطفا منو تنها بذار. برو. نمیتونم. اگه تو این وضعیت نبودی حتی 2 دقیقم کنارت نمیموندم، نگران نباش. اما نمیتونم عذاب وجدان بگیرم که نکنه اینجا تنهایی بیفتی بمیری. برای همینم یا با همدیگه از اینجا میریم یا با همدیگه اینجا میمونیم. بعدش هم اینجا برای تو نیست که. من هر چقدر بخوام میتونم بمونم. خیلی خوب، پس خودت میدونی. حبجی علیه، کی با پایراز همچی کاری میکنه؟ چرا؟ تو اینو میدونی؟ بگو ببینم. ولی من فکر میکردم تصادف بوده. یعنی شما الان داری میگین تصادف نیست؟ انگار اینطور نیست. پایراز اطرافش دشمنی داره؟ خیلی. پسرم خیلی دشمن داشت. حتی اون آزیرانم باش دشمن بود. آیتن، زینب. خاله علیه جان، خودت هم میدونی این آدمایی که گفتی آدمایی نیستن به پایراز آسیب بزنن، مخصوصا اینجوری که بشینن پشت فرمون بزنن بهش، اصلا امکان نداره. حالا شما روش تمرکز کنین، فکر کنین دیگه کی میتونه این کارو کرده باشه. یه پسر بود اسمش باتو. اون پسر منو خیلی اذیت کرد، حتما کار اونه. آره یه همچین پسری هست، ولی من تا جایی که میدونم اون شب توی مهمونی بوده، ولی ممکنه باباش این کارو کرده باشه. میدونید از آدمای مافیا چند وقت پیش اومده بود اینجا، حتی خبردار نشدیم که پایراز هشدار داد، انگار بحثشون شده. بهم هشدار داد اگه یه بار دیگه اومد خبردار باشم، ولی خب احتمالاً اسم کسی که تو مهمونی اسمشو گفتین چی بود؟ دویگون، رئیس آزیران. اونم میتونه باشه. در مورد اونم تحقیق کنید، لطفاً تحقیق کنید. پسر منو خیلی اذیت کردن، خیلی. خب اونم دیوونه شده، گذاشته رفته دیگه. خدا میدونه الان کجاست. پسر من تو چه حالی الان؟ چی شده؟ چرا وایسادی؟ تو چرا پشت سرم میای آخه؟ چی شده؟ اینجا از اون حیوانای وحشی هم هست؟ مثلا چه حیوانی؟ حیوانای وحشی دیگه. نه، اما اگه به داد زدن ادامه بدی یکم بعد همشون جمع میشن. ای بابا. آزیران، اگه واقعا میخوای برو، اینجا مناسب تو نیست. آدمای شهری نمیتونن اینجا رو تحمل کنن. الان تو هم عادت کردی به ترافیک و شلوغی. سکوت شما رو میترسونه. ای خدا، تو هنوزم داری به من میگی شهری؟ میدونی چند ماهی که اومدم اینجا؟ فکر کنم 3 ماه شده، ولی کثافت‌های استانبول توی 3 ماه پاک نمیشه. استانبول اونقدرام که فکر میکنی جای بدی نیست. اگه یه روز بیای میبینی. فکر نکنم یه روز بیام. به نظر من انقدر حرفای بزرگ نزن. تو هم گشنته؟ خب یکم گشنمی. باشه. اون پشت وسایل ماهیگیری دارم. پایین رودخونم هست. امیدوارم که بتونی بگیری. بیرچیک، این خیلی لجبازه. لجبازترین آدم اینجا اینه. واقعا خیلی خیلی عصبیم. تا این بر نگرده بر نمیگردم. خوب به نظر میرسه ولی نمیشه فهمید. فعلا کنارشم باشه. شنیدی؟ شنیدم. صدای چی بود؟ صدای حیوانای وحشی که تو منتظرشونی. آزیران، آخرین باره که بهت هشدار میدم. تا دیر نشده از اینجا برو. ببین شب میشه، تاریک میشه، میای دم چادر، نمیذارم بیای تو. میگی گشنم شده، بازم میای، چیزی بهت نمیدم. اینا رو برای اینکه ظلم کنم هم نمیگم. رو راست بهت میگم که بری. برو خب دیگه. منم واضح دارم بهت میگم. از تاریکی نمیترسم.
گشنمم نمیشه. فهمیدی؟ تو کیفتو بکن. فکر کن من نیستم. منو فراموش کن. تو منو مثل چیز تصور کن، مثل یه پرستار تصور کن. اگه بمیری بالا سرت میمونه، باشه؟ چیز دیگه هم نیست. حتی میتونیم این کارو بکنیم. آره این کارو میکنیم. این مرز بین ما باشه. اینجا جمهوری پویرازه، اینجام جمهوری هازیرانه. نباید از مرز بگذریم. دقیقاً مثل تخت خواه. مشکلی نیست. برای منم کلاً مشکلی نداره، چون که فکر من بود. شارژم تموم شد. خوب شد که تموم شد. هوای عالی جنگل، اکسیژن، خیلی خوبه. خیلی خوب میشه اینطوری. آره بریم توی اون سطل آشغالم نگاه کنیم، نکنه پاییزی اون تو باشه ها؟ ما اینجوری کنار همراه میریم، از من که خجالت نمیکشی ها؟ خب اگه همچین چیزی هست آبجی جون اینو بده به من ها؟ مثلا اینطوری چطوره؟ اینجوری معلومم نیست که من کی هستم. با تو مثل بچه ها رفتار نکن. خوشت نیومد؟ خوب نشد؟ ها؟ ایدی خانم گردن من مروریدی. من کی هستم؟ من کیم؟ چی کار میکنی؟ چرا میندازی رو زمین؟ وا دیوانه. آها چه فکر خوبی. میتونیم یه کاری بکنیم، ماسک پویرازو بزنم. نظرت چیه؟ پشیمونی که منو بوسیدی؟ ها؟ از که عاشق پویراز شدی؟ وقتی بچه بودی تو نبودی. خوشحال بودی. چون بچه بودین خوشحال بودین یا چون من نبودم؟ چون که این دوتا با هم خیلی فرق میکنن. باید اینو بدونم. وقتی یک بچه بودیم همش میرفت دریا. یه روز اومد پیشم خیلی هیجان زده بود. به هم گفت ببین صدف پیدا کردم. گفت بگی. داد به هم. بعدم رفت. همین. حاضران نبود. هیچ کس نبود. اون صدف رو داد به من و رفت. قشنگترین صدفی بود که تا حالا دیدم. اوه خیلی داستان خزی بود. تو اصرار کردی بگم، وگرنه نمیگفتم. نمیخوام اذیتت کنم. مگه من برات اهمیتی هم دارم؟ اذیت شدن یا نشدن من آخه به تو چه ارتباطی داره ها؟ خیر باشه، حالا اینا رو ولش کن. فقط بهم بگو که اون صدف چی شد؟ انداختم دور وقتی از پویراز دست کشیدم. همه عکساشم انداختم دور. ولی از اینجا به این راحتی ها نمیشه. یا از اینجا. چی داری میگی؟ نه من میفهمم. یعنی مشکلی نیست کلن. من میتونم بفهمم که ما کلن نمیتونستیم با هم باشیم. یعنی اصلا نمیشد که بتونیم. آره منم کاملا فهمیدم، متوجه شدم. من ادامه میدم، تو هم ادامه میدی. فقط یه بوسه کوچیکی دیگه. اونم سود ما از این رابطه. چیزی نمیشه. در مورد اونم بهت نگفتم نباید اطراف دخترم باشی؟ ها؟ چی کار داری میکنی؟ ببین منو. بابا جلوی همه داری چی کار میکنی؟ چرا به حرف من گوش نمیدی شما؟ بابا اون دوستمه، میفهمی؟ دوستمه.
با همدیگه اومدیم بیرون دنبال پویراز بگردیم. دوستمه. پدر من چه اشکالی داره؟ هر جوری دلم بخواد میتونم دوستش داشته باشم، میتونم عاشقش باشم، میتونم فقط به عنوان یه دوست دوستش داشته باشم. من براش ارزش قائلم. اینجوری نکن لطفاً. ادیل چیه بابا؟ پس دیگه بس کن دیگه. من تا حالا یه همچین رفتاری با تو کردم؟ سلام فالوورای عزیزم. همونطور که میبینین الان جشن ختنه سرون صادقه. شوخی کردم بابا، ولی بهمون بگید ماشاءالله. همونطور که میبینید افتتاحیه تولد بیریژیک هم هست. دست کن بدید. بله آره خیلی افتتاحیه با شکوهیه. میبینی؟ به پام آسیب بیزنه، معذرت هم نمیخواد که هیچ. مسخره من میکنه. لایکتون زیاد گرکم خان. ممنون عزیزم. نه 2 نفر فالوش کردن جوگیر شدن. نگاه کن گرکم. الان لایو هستیم عزیزم، وگرنه گوشتو میبریدم. بی تربیت چاقالو. چاقالو منو نگاه کن. چرا خدا گوشیتو بکش اونور. من به این دوربین فوبیا دارم اصلا. ها به دوربین فوبیا داره عزیزان؟ مگه تو عمر دوربین دیدی صادق؟ ها بگو صادق. ای خدا عجبا. ببین تو کامنت ها چی میگن. یکی نوشته از این به بعد فن پیج صادقم. چه فن پیجی آخه؟ یارو چلاقه. من دیگه حوصله‌شو ندارم. ای روبان بریده. ای وای من لایو رو قطع میکنم دوستان. فالوورام بعداً ادامه میدیم. موفق باشیم. بای 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 بای. دوستتون دارم. اینجا کلی آب جمع شده. یعنی چه آب چی جمع شده؟ وای خدا این چه وضعشه. خدا باید برای این دختر سرب زوب کنی. این دختر چشم میخوره. باشه زوب میکنیم نگران نباش. اینم از اوضاع کار ما اصلا شانس نداریم. نگران نباش صادق اینجاست. تا کاراتو راحت‌تر کنه. الان به اوسا زنگ میزنم. صبر کن. نگران نباش. من الان به اوسا زنگ میزنم. خودم میخوام کاری کنم ولی دست و پام شکسته. اگه دست و پام بسته نبود خودم درست میکردم. الان اوسا رو ردیفش میکنم. بی خیال مشکلی نیست. با دستمال خشکش میکنیم. نگران نباش. ای وای ببین خدا رو. یه چیزی میگیره یه چیزی دیگه میده. اوه این دیگه از کجا پیدا شد؟ خوب شد که اومدم. نمرش از 10 11 12 15. ای وای لیاقت تو رو داره. واقعا تو اینطوری فکر میکنی؟ جدی میگی؟ والا به خدا. آخه چه ربطی داره؟ من میرم به کارم برسم دیگه. نمیخوام قلبم بشکنه گرکم. بریم به کارمون برسیم. واقعا دیگه نمیخوام. باشه عشقم بذار سطل رو پیدا کنم. آره تو سطل رو پیدا کن. سطل کجاست؟ نمیدونم حتما همون وراست دیگه. بردار دیگه. حاضران چی میگه؟ یه مدت جواب نمیده. داشت به پویراز فحش میداد. خب حق داره. راه آمدن با پویراز سخته. راه آمدن با تو هم آسون نیست. اینو از کجا در آوردی؟ اینطوری نیست. بین ستامون راه آمدن با من آسون تره. قابل درک ترین منم. بیشتر از همه من مشکل درست میکنم پس. یعنی من اینطوری گفتم؟ خودت میگی چی شده یا بپرسم؟ زنا چرا این کارو میکنن؟ زنا چی کار میکنن مگه؟ دست از سرشون بردارین. معلومه چیزی شده ولی بروز نمیدن و میگن دروغ مصلحتی و خودشونو خلاص میکنن. بگو چی شده دیگه؟ شاید زنا نمیخوان توضیح بدن. شاید خودشون تنهایی تجربه میکنن. شاید هم امروز روز خوبی نیست. چرا مردا هر دفعه بیشتر اصرار میکنن؟ شاید اونا هم دلشون میخواد که مشکل رو حل کنن. خب حتما براشون مهمید که میخوان مشکلات شما رو حل کنن. باشه من برم کیکا رو بسته بندی کنم. ملیسا آلپر نمیشه. نمیتونم مثل سابق دوستت داشته باشم. چی؟ نفهمیدم چی گفتی؟ بله نمیشه. الان اینجوریه. حس میکنم به هم رسیدیم. باشه همینطوره ولی نه اونجوری که فکر میکردم. این همه مانع داشتیم یهو برداشته شد. ولی بیریجیک هنوزم اینجاست. نزدیکمونه. اینو میفهمی آلپر؟ خب درسته دختره بخشید ولی نمیتونم رابطتون رو فراموش کنم آلپر. شاید هنوزم حس گناه دارم. نمیدونم. خب میگی من چی کار کنم ها؟
یه عمر با عذاب وجدان زندگی کنم؟ روزای سختی بود ولی تموم شد و رفت، دیگه بر نمیگرده. حرف زدیم و آشتی کردیم، دیگه چی میخوای ملیسا؟ تمومش کن. شاید روزای بد تو گذشته نموندن، شایدم روزای خوب موندن. دلم واسه روزای مدرسه تنگ شده آلپر. خیلی عاشقت بودم، قلبم برات میتپید. الان مثل این یخچال سردم، میفهمی؟ نمیدونم چرا اینجوری شده. دستمو میگیری درست نمیشه، تو چشام نگاه میکنی چشامو میدزدم. نمیخوام بهم دست بزنی، نمیخوام در موردش حرف بزنیم. حل شد؟ نمیشه، همین. گیر داده به من، ای وز 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 وز. همه جامو نیش زد، همه جام قرمز شده، خیلی خارش دارم. اوی خیلی میخوره، همه جام زخم شد. آخ اوف، خیلی کرسین. اوف هوا داره خیلی سرد میشه. نه خیر، من اگه میدونستم تو میای جنگل لباس مناسب میپوشیدم، اینطوری که نمیومدم لش و لخت همینطوری. خیلی خوب باشه، حق با توه. من از شهر و شلوغی و سر و صدا و ترافیک و دود و همه چیز خوشم میاد. خیلی دوستش دارم، عاشقشم. راضی شدی؟ لبخند بزن. نه دیگه در این حد بابا. ببینم اینجا درختی میوه‌ای هست که بشه میوه‌شو خورد داره؟ نمیدونم، برو بگرد. حداقل آب بده. آب بده لطفاً، تشنمه. هنوزم وقت داری، میتونی بری. داری خیلی بیرحم میشی یا؟ ای خدا، انسان دیگه عادتشو نمیذاره کنار. عادت خوبم که نداره، باید بگم بد اخلاقیشو نمیذاره کنار. آره نه اینطوری نمیشه، میترسم مسموم بشم. مار! مار اونجاست. تو تا حالا مار دیدی؟ بهت که گفتم اینجا خطرناکه. من طاقت میارم، فهمیدی؟ اما تو اگه وجدان داری با من بیا دیگه. اوف، صبر کن منم بیام. ای بابا، پویراز! به من نزدیکی یا دور؟ به هم میگی برو، ولی میرم جنگل پشت سرم میای. وقتی برمیگردم به هم غذا میدی. هدفت چیه پویراز؟ سوال پرسیدم، به هم جواب بده. به هم نزدیکی یا دور؟ کدومش؟ میگی نمیخوای منو ببینی، بی خبر میذاری میری، اما به جایی که با هم اومده بودیم میای. میخوای گم شی، اما منتظر میمونی که پیدات کنم. پویراز واقعا تو چی میخوای؟
سوالم رو شنیدی؟ به هم جواب بده. به هم نزدیکی یا دوری؟ فرض کن نپرسیدم. با تو پسر متفاوتیه. نمیتونم بگم آدم خوبیه ولی بدم نیستش. الان داریم پاتو رو آنالیز میکنیم؟ قابل اعتماد نیست. هیچکی قابل اعتماد نیست. الان برای چی حرف میزنی؟ حرف نزنیم چون بابات منعت کرد، عصبی شدم گفتم باید حرف بزنم. همه باید پیامد تصمیمی که گرفتن رو تحمل کنن دیگه، بچه که نیستین. آها، مثل پویراز و حاضیران مگه نه؟ اونا هم خودشون تصمیم گرفتن، عواقبش هم دیدن، ولی تو در این مورد خیلی بهشون کمک کردی. خسته نباشی، واقعا لطف کردی، خیلی براشون زحمت کشیدی. آفرین. این موضوع با اون فرق میکنه. بله خب آدم برای دختر خودش بهترین رو میخواد. من که دخترت نیستم، ناتنیم. با گفتنش هم موهای تنم سیخ میشه. من اون کل عمرمون جنگیدیم، مثل بقیه ما در دخترها نبودیم، هیچ وقت موافق نظرات هم نبودیم. چیزی که برای اون سفید بود برای من سیاه بود. اون آفتاب دوست داشت، من با آخه چه رابطه قشنگی، کاش منم داشتم. ببین منو ایدیل، من به حاضیران یاد دادم قوی باشه. من با پایراز موافقت نمی کنم ولی اون میخوادش. برای چیز دیگه ای من اصرار میکنم، اون رد میکنه، ولی پشت چیزی که ازش دفاع میکنه باید وایسه، محکمم وایسه، هیچ وقت نباید سرخم کنه. برای همین دختر من قویه. اینجوری خوشش میاد، تحت فشار قرارش میدم. شاید تو دلم میخوام اون پیروز بشه. بعضی وقتا کارایی میکنه که مورد تایید من نیست، ولی اون دختر شجاع منه، بهش افتخار میکنم. حاضران من پشت چیزی که ازش دفاع میکنه وای میسته و اصلا منصرف نمیشه. تو هم اینجوری هستی، برای همین دوستت دارم. مهم نیست تو منو دوست داری یا نه، من مادر خوبی نیستم، بیخیال، ولی تو را آوردم پیش بهترین مادر. با تو رو فراموش کن که آدم خوبیه یا بدیه، ولش کن. عشق آدم خوب میکنه، هر دوتونو، هممونو خوب میکنه. ای دیل رو به تو میسپارم، مواظبش باش. دوست داشتم بهت نزدیکتر باشم. اگه همه چیز انقدر سخت و پیچیده نبود. ولی داستان ما هم اینطوری بوده، متاسفانه. با مادرت حرف بزن. حاضران. حرفم تموم نشده، گوش بده. میدونم اتفاقای سختی و پشت سر گذاشتی، هیچ کدومو فراموش نکردم، فراموش کردنی هم نیستن، اما ممکنه این اتفاقات اونطوری که فکر میکنی نیفتاده باشه. شاید خاله آریه حقیقت رو بهت نگفته باشه. چه فرقی داره؟ خیلی فرق داره. ممکنه مامانت اونقدرام که فکر میکنی مقصر نباشه. من توی چشماش اینو دیدم، حس میکنم یه اتفاق دیگه ای افتاده، وگرنه هیچ مادری انقدر ظالم نمیشه. پس میگی مادر بزرگا میتونن ظالم باشن؟ این چه منطقیه؟ نه، ممکنه بدشانس باشن. بعضی وقتا پشت سر هم اتفاقات بدی برای آدم میفته. زندگی یه جورایی گره میخوره. مثل ما.
تا کی میخوای اینجوری قیافه بگیری؟ درسته اوضاع قشنگ نیست ولی حداقل میتونستیم حرف بزنیم. پیش اونا اخم نمی‌کنم، نگران نباش. میریم که اونا رو شاد کنیم. نگران نباش. آلپر نمیخوام به خاطر احساسی که دارم مقصر بشم. هر جور که راحتین رفتار کنیم. سلام رفقا، ما اومدیم. سلام. البته دست خالی هم نیومدیم. براتون غذا و لباس آوردیم که دیگه نگران هیچی نباشین. قبل از اینکه شارژم تموم شه خبر دادم. داداش نمیخوای ما پیشت باشیم؟ متوجه نشدم. نه هیچ کیو نمیخوام. مگه میشه پسر؟ بیاین بشینین اونا رو هم بدین به من. بیار دخترم بیار. خاله سلما جون ببخشید به خاطر من این همه زحمت کشید. مگه میشه عزیزم؟ ما هر شب شام میخوریم دیگه، به خاطر تو نیستش که. مگه نه نهیر جون؟ ببین چی بهت میگم، تو با تو خیلی به هم دیگه میایین، در و تخته با هم جورین، دوتا آدم فاسد. نهیر با توه؟ نه اون نیست، بابامه. هم از خونه بیرونم میکنه هم نگران میشه زنگ میزنه. حتما از روی عصبانیت گفته، اهمیت نده بهش. اما بی خودی عصبانی شد خاله سلما. خودش رفت با کسی که دوست داشت ازدواج کرد. مگه من چیزی بهش گفتم؟ الان به کار من چی کار داره؟ پس تو با تو رو دوست داری؟ نه این بشقاب 4 مال کیه؟ آقا فاتح قراره بیاد؟ آره. 5مین بشقاب مال کیه؟ زینب میاد؟ نه. سلام. میتونستم کادوی بهتری بخرم ولی خب این روزا یکم شرایط اقتصادیم زیاد خوب نیست. اینا رو هم از حیاط بغلی دزدیدم، یعنی برداشتم. امیدوارم حقشون رو حلال کنم. خوش اومدی با تو جون، بیا تو بیا. البته میخوام زیورالات درست کنم. آخه امشب خیلی هیجان دارم. شما هم دارین؟ شما هم هیجان دارین فالو برای عزیزم؟ به لباسش امتیاز بدین ببینم، همه شرکت کنید. یالا ببینم، زود باشید ببینم. ها آها 8 9 10 عالی شد. فوق‌العاده است. یکی از نیم تنه بالایی خوشش اومده، از پایینی خوشش نیومده. اوه نه فایده نداره. میگن اینا رو از کجا خریدی؟ از کفش فروشی. خوب از لباس بریژیک هم خوشش اومده. دوستان خیلی خوشتون اومده شیطونا. بله بریژیک واقعا خوشگله. بای بای. دوربین منو سمت چاقالو میچرخونم. داره چی کار میکنه؟ او برکم چی کار میکنی تو؟ میفهمی من به دوربین حساسیت دارم؟ بابا نونو خودم تشنم شده دیگه. واسه چی فیلم برداری میکنی؟ همه چیه من باید فیلم برداری کنی؟ فیلم برداری میکنم چون خیلی خوشمزه. کامنت ها رو ببین. مردی شبیه بطری آب، مردی شبیه بطری آب. اینو نگاه کن. چند گرمی 100 یا 200. من میرم بابا. نه نرو دیگه. قول دادین با هم زیورالات درست کنیم. وگرنه من میرفتم پیش حاضران. خودتون گفتین بذارم یکم تنها باشه. بریژیک جان شما به این انگوشا نگاه کن. این انگوشا رو نگاه کن. این انگوشا چاقن. این کارایی اینا چیه؟ به درد بدلی جد ازم میخوره. شما خودت فکر کنی انگوشا رو تصور کن. انگشته چاقی هستن. انگشته چاقی هستن. دوستمون رو فالو کنید. بر اساس مد ادامه میدیم. ای وای وای وای. این همون پسره نیست؟ آره فالو برام. الان غریبه رازآلود جلومونه خدایی، ولی خیلی خوش تیپه. بیاید بهش امتیاز بدیم. نظرتون چیه؟ این کی بود؟ چرا برای من آشناست؟ شاید یه غریبه است، یا شایدم یه کارگاه مخفی باشه، یا یه گردشگر که راهشو گم کرده، چه میدونم، یا یه مجرمی که همه دنبالشن. ببین بریژیک،
فالوورام هم میگن غریبه رمزالود خوشتیپه. نگاه دوستان، ویرژیک مجرده ها. همینو میخواستی؟ نه خیر، باشه عیبی نداره، ولی حداقل میذاشی شب بخیر بگم. نه یادم اومد کیه، پسر کارگر سلامیه دیگه، خودشه. فهمیدم شناختم. آره یادم اومد. چی؟ این پسره که دیدی؟ صادق دیوونه شدی؟ این پسر شبیه بازیگرای هالیووده. پسر سرکارگر کدومه؟ آره البته بابا شبیه برادر زن براد پیت پسر. باشه دیگه تو هم. من دیگه از این به بعد بیزنس وومنم. رابطه قبلیم هم دیگه تموم شده. موضوع عشقم بستم. دیگه کاری با این کارا ندارم. صرفا از روی شوخی گفتم. شما جدی نگیرین. آره. خب دیگه بریم زیورالات درست کنیم. شما هم بیاین کمکم کنین. های بیا بریم. یالا بریم بابا بریم. یالا. درد داری؟ زخمو میگی؟ نه خوب میشه. آلپر، موقع رفتن حاضرانم ببرین. دیشبم نخوابیده، بیخوابه. اینجام واسش مناسب نیست. اون وقت تو چی کار میکنی پایراز؟ یه کاریش میکنم دیگه. داداش مطمئنی؟ کارخونه رو نمیتونم پس بگیرم. با تو شریک هتلم شد. میونم با مادر بزرگم شکرابه، اون زنم که اومده. با حاضرانم که از هم جدا شدیم. من باید به تک تک اینا فکر کنم. به زمان زیادی احتیاج دارم. یا اینکه فکر نکنم، نمیدونم. آره لجبازیش حتی منم خسته کرده. مرغش یه پا داره، اصلا از حرفش پایین نمیاد. این روزا اتفاقای بعدی براش افتاده. خب باشه با همه دشمن بشه، اما با من نه. من به جز کمک چی کار میتونم براش بکنم ها؟ شاید نمیخواد تو رو تو مشکلاتش دخالت بده. تازه این روزا از هم جدا شدی. جداییم اما دلم نمیاد ناراحت باشه. چون که دوستش داری، اونم دوستت داره. رسما دارین میسوزین. منم دوست دارم اینجوری بشم حاضران. من برم. کجا میری؟ باید از تو اجازه بگیرم؟ شاید یه کاری داره. باشه پس عجله کن. نه بابا، به خاطر اونم باید جواب پس بدم. جای دوری نرو. میرم. باشه دورترین جا میرم، دورترین جای ممکن میرم، ته جنگل. حالا میبینی. صبر کن ببین چی پیش میاد. بشین تماشا کن. فلسفه من تو زندگی اینه: غذا دیدی بخور، مش دیدی فرار کن. تو نخند، ممنوعی. اوف چقدر زیاد خوردم و یکم هم شرمندم. انگار احساساتی شدم الانه که گریه کنم. خب یعنی فضای گرم خانواده و غذاهای خوشمزه خیلی وقته که ندیدم. البته خیلی وقتم که نیست، چون که کلن ندیدم. نوش جونت پاتو جان، هر وقت خواستی بیا اینجا. واقعا؟ پس فردا هم میام دیگه. از کجا همچین غذای گیر میارم؟ وای چقدر خوبه همه کسایی که دوستشون داریم اینجان. خدایا شکرت. هیچ وقت این جمع از همدیگه جداشون نکن. ایشالله.
تو بشین عزیزم، ما جمع میکنیم. نظرتون با پانتومیم چیه؟ خیلی حال میده. آره، خرسواری هم بازی کنی. خب چیه مگه؟ خانوادگی دور هم جمعیم، مهمونم که داریم، همگی هم با هم بازی میکنیم دیگه. شما دوتام یه تیم، ما خانوادگی هم یه تیم. داره اقراق میکنه. داداش فاتح، ما نمیتونیم خانوادگی یه تیم باشیم چون که هنوز خانواده نشدیم، فهمیدی؟ ولی به غیر از اونم من نمیخوام بازی کنم، شما خودتون بازی کنین. من مجری و داور میشم. باشه پس شروع کنیم. خیلی خوش میگذره جونت، واقعا خیلی خوش میگذره. زود باش مامان، شروع کن، زود باش دیگه. به نظر من اول تو باید بگی. آره؟ ساکت چیم ببینم. خیلی خوب. باشه. چی گفتی؟ 1 2 3 شروع کن. 3 کلمه. داخلی. 1 نه شروع میکنیم. شروع میکنیم. باختی، بیا بشین، نوبت ماست. ساکت شو با تو، دخالت نکن ببینم. کلمه اول. هممون خونواده ایم. آره همگی خونواده ایم. اینم که همش به خونواده گیر داده. خونواده عزیز و دوست داشتنی. میگه 3 کلمه. به من اینجوری نکن، من داورم، حرف میزنم. بگو مامان بگو. کلمه سوم. 3 ثانیه مونده. 30 ثانیه. اسب، زن و اسلحه. من اسبم. جونتو میگه اسبم. جام برنده شدی. اسب قهرمان. برای ما قهرمان. گل کاشتی مامان. این که آسون بود. خودت انتخاب میکردی، به من نمیسپردی. وا ای بابا. 1-0 فاتح و سلما جلو هستن، زود باشین دیگه. کجا موند پس؟ خیلی دیر شد مگه نه؟ من از کدوم سمت اومده بودم؟ این راه همه شبیه همه. چه خبره؟ پایراز! صدای شلیک بود داره؟ با شما اینجا منتظر باشید، من میام. چی میگی پایراز؟ ما هم میای. به حرفم گوش بدین، از اینجام جم نخورین. ولی تنهایی نمیشه که. ای بابا پایراز مواظب باش، نترس، آروم باش. همینو کم داشتی. باشه آروم باش، آروم باش. حاضران. 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 پایراز دارن شلیک میکنن. پایراز وای، این سومی بود داره؟ کی داره شلیک میکنه؟ واسه چی؟ باشه آروم باش. آلپ پایراز اینجام دارن شلیک میکنن، مواظب باش. حاضران. Sana bakmak insanın ömrünü uzatır. Geç karşıma da birkaç yıl eklensin hayatıma. Sen geçerken ayrılık zırhını kuşanır. Çek aşkını da canın pahasına savaş onunla. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce. Çift gökkuşağı çıkar sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir sen bana yürüyünce.
ama itiraz. Kalbim uslu durmuyor, verse nerede ikaz. Yani biz seninle karşısında dünyanın bir kör oğlu bir hayvan. Sonra yazmayınca harflerim mütellik, yan yatar kelimeler, cümleler devrik. Sar bütün müzik artık anla, bensiz olur ama sensiz olmaz asla. Çık gök dışarı çıkar, sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce. Çık gök dışarı çıkar, sen yağmurda gülünce. Yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce.